سالها پیش از انقلاب سفید ایران در یکی از دهکده‌های شمال عشقی شورانگیز اتفاق افتاد که ماجرای حیرت انگیز آن را هنوز مردم آن سامان از یاد نبردند. پس این قهوه خونه لعنتی کجاست؟ با معامله داره بود انقدر پیاده را رفتم. باید همین نزدیکی ها باشه. بذار زیر بغل تو بگم. نه نمیخوام. من دیگه نمیتونم راه بیام. خیلی خسته شدم. پس بابا چیکار کنیم؟ تو این بیابونم که نمیتونیم بمونیم. ببین دخترم، اونجا ازش سوال کن. ببین قهوه خونه مشقفور رو میدونه کجاست. اونها اونجا پلوی گوسفنداش نشسته. آقا ببخشید قهوه خونه مشقفور بابا ما کار داریم میخوایم بریم مشقفور. چه خبرته بابا انقدر قرص جلو خود یه چایی میخوای ویسکی میخواستی لابد تا قهوه خونه رو گشته رو سره. حالا چه عجله‌ای داریم نشستیم دیگه بابا. چرا نشستیم؟ یه خربار راه در پیش چی آوردن؟ چایی رو شربته. بفرما این مال شما، اینم مال شما، اینم مال شما. بخورین نوش جون. عجب چایی کم رنگیه نداره. چایی پاره واسه قلبت ضرر داره. اصلا چایی بیخوابی میاره. آهای قهوه چی؟ بیا اینجا ببینم. سلام عرض میکنم قربان. صفا آوردین. بنده نوازی فرمودین. خواهش میکنم. خیلی خوب یه چایی برام بیار، خیلی عجله دارم. زود باش. نه نمیفرمایید تو قربان. نه احمق، بهت که گفتم عجله چرا دارم. میزنه چش از میارم دیگه. بابا بریم بابا. خودش میخواست که آره بابا میگفتم قبول نمیکرد. اینجوری به چتش اصلا که نمیرفت که نمیرفت. سلام دوستان. سلام. خیلی خوش اومدید. خونت برم. اومدم آقا. خوبه کارت. بفرمایید. قربان راستی دوستالی دخترش هم اومدن. دیگه واسه عروسی پسر کت خدا سازنم داریم قربان. اینم اون رفیقته که میگفتی فرستادی عقبش؟ بله قربان. دخترش هم خیلی خوب میرقصه، اما بیچاره شانس نیاره. تا به سونا سر خرمن این اون کار تو زن و سرناختشی گیر میره. یه عروسی خفیف سرونی ولیله چیزی هم قابله با دخترش مجلس گرمه. خلاصه روزی رفت تو حقه، دهن بازم بیروزی نمیمونه. میبینی قربان دختره تا دیروز درست یه حلق بچه بود و پوست استخون، یهو تو همین چند ساله استخون ترکوند و یه دختر گنده شد. حالا چش شورم به کف پای بینمکش چشش نزنه. آره با یه همچین دختر بزرگی دیگه دربدری مشکله. حالا اگه شما بزرگواری بفرمایین و یه کنجی مرحمت کنین، این پدر دختر بار بندازن و از زحمت دربدری خلاص بشن، سر بنده منت گذاشتیم. آدمی زاد جماعت باهاش پیازش یه جا کونه بکنه، نمیشه مثل قلاق هر شب و روی شاخ سر کنه، اونم با یه همچین بار ظریفی. ماشاءالله ماشاءالله نور از قبر مادرت بباره. یه دسته ترکچه نقلی زایده. برو ترتیب نهارو بده که گشنمه. حرفای من گشتتون که شما که عجله داشتی. پدر سوخته کی از بنده قربان بنده حرف زدم. چش همین الان دست به کار میشم. آبگوش دوست دارین یا تخم مرغ نیمرو چی میل دارین؟ هر چی دوست دارین بگین همین الان درست کنم واسهتون بیارم. هر زهرماری باشه فرق نمیکنه. راستی یه خوردم جو بده اسبم بخوره. اجازه بدین اول مال خودتون رو بدم بعد اسبتون. شما نوبت اولی. به اون پدر و دخترم بگو بیان اینجا ببینم شاید یه کاری واسهشون کردم. چش خدا عمرت بده خانم باشه.
ناکس دختره یه فرسخی گل میکشه. سلام رفیق، قربون تو دیر کردی، دارو منتظرتی. نوکرتم. چطوری قربونت؟ مشقفور؟ الحمدلله بد نیستم، خوبه. والا این همون مشقفوری. سلام. سلام آقا، حال شما خوبه؟ قربون شما. به به گل گلاب، ماشاءالله چی شده؟ اختیار سازتو آوردی دوستانی؟ بله اینهاش. تو هم هنوز دهل میزنی؟ من آره بابا دهل زنی این ده فقط منم. میگم اون یارو که با اسبش اومده عبدالله خان مباشر سالار مالک این دهه، از اون هرون لقمه هاست که زمین از دستش عاجزن. اما فعلا من خرش کردم که یه جوری خونه مونه‌ای بهتون بده که از این آوارگی خلاص بشین. قربون تو رفیق خوب، خیلی ممنون. حالا پاشیم بریم پیش مباشر خان باهاش آشنا بشیم. پاشیم یلا پاشیم. راستش مشقفور واسه من فرقی نمیکنه، اما دخترم خیلی دلش میخواد خونه زندگی داشته باشه. آوردمشون قربان. سلام عرض میکنم. سلام آقا. سلام جانم، شماها غریبین، تازه واردین ها؟ بله قربون غریبیم، امروز اومدیم. من غلام شما دوستعلی، اینم دخترم گلناره. گلنار اسم قشنگه، بوی گل میده. قربان عرض کردم که اینا خیلی آدمای سر به راهی هن. این دوستعلی رفیق چندین ساله منه، چه عشقا با هم کردیم. تو خودت هم آدم خوبی هستی. ای قربان ببخشینا، راجب اون خونه ای که گفتم چه تصمیمی گرفتی؟ قربان حواستون کجاست؟ راجب اون خونه. آها باشه غفور، خودت ببرشون ده، اون کلبه کنار رودخونه رو بهشون بده. 5000 تومنم بهشون قرض میدم، اسباب اساسیایی که واسه زندگیشون لازم دارن بخرن. اگه هم دلشون خواست زراعت مختصری هم همونجا بکنن. خدا عمرتون بده آقا، ممنونی. این مرحمت شما جای دوری نمیره، همین گوش موشه ها پرسه میزن. خیلی از شما ممنونیم آقا. ایشالله فردا شب تو عروسی پسر کت خدا میبینمتون. خداحافظ. خدا حافظ. در ما منت بوده. خدا جلوت بده جوون. اما نمیدونم چطور چه انقدر دست و دلبازی به خرج داد. این عبدالله خان از این غلطا بریم نمیکنه. خونمون بابا. اوه حالا دیگه مردم خونه دار شدن. بریم خونمون بابا جون. آخه این آرزوش بود. خدا عمرت بده مشقفور. چایی هنوز حاضر نشده گلنار. چرا حاضره بابا جون؟ بیار بابا. سلام. دیشب خوب خوابیدی؟ ای بد نبود، مثل اینکه یه خورده مشروب زیادی خورده بودم. زبونتو ببینم. خوب چقدر بار داره. بگیر چایی تو بخور. از بس که زیاد مشروب میخوری. حیف که نمیتونم بار نخورم. یعنی دیگه همینجا میمونی؟ ای خدا جونم، قربونت برم بابا جون. از اینجا خوشت میاد؟ خیلی. حالا دیگه میتونم یه جایی داشته باشم که بهش بگم خونه. میتونم یه آینه داشته باشم با یه شونه، با یه روسری خوشگل. غفور قرار بود صبح اول وقت بیاد اینجا، چرا دیر کرد؟ خونه هاشش داره میاد. سلام. دیر کردی مشقفور. دختر مخترهای دیول نمیکنن. یه مرد عزب خوشبر رو که گیر میارن میخوان فوراً خر مراد و سوار شن. خب منم خر نمیشم. البته قبلا خر شدم، یه زن گرفتم، فقط بچه دار نمیشد. ما هم گفتیم مهر حلال و جونم آزاد. خوب کردی بابا. آدم وقتی با زنش نمیسازه بهتره ردش کنه بره پی کارش. فقط خدا بیامرز مادر این یه جواهر بود. اما خدا خیلی زود اون از ما گرفت. آی بابا،
بابام از همون موقع مشروب خوردن رو شروع کرد. بابا این حرفا چیه دیگه میزنین؟ میگه بزن بر طبل بی آوری که آن هم عالمی دارد. غم و غصه رو بریزین دور. خب چطور اینجاتون که راحته ها؟ خوش میگذره، خونه خوبه، راحت. به مرحمت. الحمدلله دختره که خیلی راحت. خدا اول بده مشقف. دیگه با این دختر نمیتونستم همینطوری در به در باشم. ای برادر، خدا رو چی دیدی؟ دندون که داد، نونم میده. اما وقتی هم خواست بده جوری میده که افلاطون هم نتونه جلوشه بگیره. چایش تازه دمه، تازه. اصلا پیداست که تازه است. از قدیم گفتن انگور رسیده نصیب شغال میشه. آره درسته. صاحب اینجا فرتق زمین داره که نمیدونه چیکار کنه. اون وقت ما یه تیکه نداریم که توش جلو پلاسمون رو بندازیم. روزگار مسخره ای. میگم بابا جون، لا اله الا الله. میگم دخترت ماشاءالله بزرگ شده با دیگه، باز فکر یه شوهرم واسش باش. ای بابا کی میاد دختر یه مطرب دورگرد رو بگیره؟ حرفایی میزنی یا مشقفو؟ تو چی میگی؟ وقتی بخواد بیاد طوری میاد که نفهمی از کجا اومده. با اون 5000 تومن قرضی که عبدالله خان بهت داد میتونی زراعتی بکنی و بالاخره زندگیتو بچرخونی و پولدار بشی. راستی بابا جون، یه سری تو ده نمیزنیم واسه عروسی یه لباسی چیزی بخریم؟ چرا بابا جون؟ یادم رفته. راستی مشقفو ما رو با گارید میبری تا ده؟ البته. بابا جون خودتو بپوشون، این پیرن عوضش کنی به درد ده نمیخوره. میدونی مساح الملک هم سایمون مرحوم شده؟ بله شنیدم پدر. خدا بیامرزتش، آدم زورگوی خوبی بود. محسنم دخترشه، خدا بهش ببخشه. تنها وارث اونه، همه چی به اون رسیده. انشالله خیرشو ببینه. شوخی رو بذار کنار پسر، من اونو واسه تو نامزد کردم. برای من؟ یعنی چی؟ من خیال عروسی کردن ندارم پدر. لقمه چرب و نرمیه، 100 فرسخ ملک و زمین داره، من قولشو دادم. مگه خودتون خیال دارین دوباره عروسی کنید؟ جدی حرف میزنم فرهاد، تو باید با اون عروسی کنی تا املاک وسیع اونو زمینه املاک خودمون بکنی. آها، پس میفرمایی من باید با املاک و زمین عروسی کنم؟ بله پدر. تو رو به خدا دست از این حرفا بردارین، من حتی هنوز اونو ندیدم، این دیگه خیلی مسخره است. اونم به موقعش میبینی دیوونه، املاکش 10 فرسخ در 10 فرسخه، زمیناش هم از منعومترین زمینهای این منطقه است. عجیبه، خیلی چیزا خیلی جا هست پدر. تو تله گرگ بگیریم دنبه هست، پس آدم باید سرشو نفهمیده بکنه اون تو؟ بله، من اگه صلاح تو رو در این عروسی بدونم باید سر تو اون تو هم بکنی، فهمیدی؟ پس بفرمایین بندر این همه را آوردین اینجا که به هم زور بگین. جلوی من سیگار نکش پسر بیادب، بندازش دور. این دختر سنم بانو از ارزش اقتصادیش گذشته، دختر با شخصیتیه، درس خونده است، خونه داره، از خونواده محترمیه، خوشگلم که هست. این شد یه چیزی پدر. واسه تو شیطون باید از اول از خوشگلیش حرف میزدم. خیلی خوب بابا، اخ نکن، اصلا حقش بود از اول از همین را داخل می شدم، یه مهمونی ترتیب می دادم که ببینیشو آب از لکلوکت حسابی راه بیفته. پس با یه مهمونی موافقی پسرم ها؟ آره باشه، عیبی نداره. باریکالله، حالا سر عقل اومدی، پس راه بیفت بریم، باید بریم ده. کت خدا همه ما رو به عروسی پسرش دعوت کرد. من حاضرم پدر. تو پسر خوبی هستی فرهاد، فقط یه خود اخلاق شهریات درت اثر کرده. خودت خوب میدونی که پدرت خوبیه تو رو میخواد. بیا بسم بیا. به نظر من اون لباست قشنگ‌تره. اونو گذاشتم واسه موقعی که میخوام برقصم، میخوام اونو به همه نشون بدم، میخوام جلوی مردم پوز بدم. بله. دو سه تا از این مجلس ها بهمون بخوره، اون قدری پول گیریمون میاد که یه فکری به حال خودمون بکنیم. بابا از اینجا که دوباره راه میافتیم بریم یه جای دیگه. حال ما چه فرقی میکنه؟ چه اینجا چه جای دیگه؟ نه تو رو با خدا بابا جون از اینجا نریم، آخه فقط تو این دهه که یه خونه داریم. یه خونه داریم. خدا میدونه لابا چند تا عروسی پشت سر هم دارن، خواستن اینجوری ارزون تمومش بکنن.
اگر نه خونه پشت قواله ننه من که نبوده. باید از شاباشه یه پولی جمع کنم تا به عبدالله خانه بدم راحت شم. اون که پولشو از تو نخواسته. باشه، من دوست ندارم به کسی بده. اومدم یالا بچه اینم غذا بزنین کیفشو کنید. عروسی الان شروع میشه. به چه دشیریم. بزنین کیف کنیم. میگم گرنال خانم لباس پلو خوری تو پوشیدی، خب اینم پلو بزن دیگه. مشقت جون من قشنگه. اینقدر قشنگ شدی که به ما میگی در نیا، منم نمیخوام در بیام. بابا جون ببین چی میگه. اینقدر اذیتش نکن غفور. قصه نکن، من که بهت گفتم مثل ماه شدی دختر. دیدی؟ آره خیلی خوشگله، مثل دختر شهریا میمونه. شهریا؟ عبدالله خان به شهریا دو آتیش نگاه نمیکنه، براش هیچ فرقی نداره. یالا بریم گمشی بینم، باز اومده اینجا چیکار؟ یک کاره ها؟ کتک میرم بخوری، یالا بریم دیگه. قربون حفظتاییتون برم، یکی یه ماچ بدیم بریم. یالا یکی یه ماچ هم بدیم بریم. یالا دیگه نزنید. چرا اومدی اینجا؟ بریم گمشی بینم، یالا. قربون حفظتاتون برم، یکی ماچ. مسخره کردن، با یه تیپا همه رو دادم رد کردن. میبینی اینجا ما رو ول نمیکنن. این خوشگلی هم واسه ما دردسر شده بود. همه زنای ده منو دوست دارن. چیه تو رو دوست دارن؟ مثل که خونش آینه نداره که خودشو تماشا کنه. نه جونم، اصلا همه زنای ده عاشق منن. آره صدای دهل منو دوست
راه بیشه روی بخبر به چشون سیاش داره منو خواب میکنه داره با برد نگاهش دلم آب میکنه این کیه که نگاه میکنه با نگاهش منو راه میکنه این کیه که نگاه میکنه با نگاهش منو راه میکنه بیا اینجا ببینم دختر. بابا بیا. سلام. سلام قربان. سلام. تو از کجا اومدی دختر؟ من با پدرم اومدم. اسمش دوستالیه. این هاشش. اسم شما چی؟ عجب. این یک نگاه میکنه با نگاهش منو را نمیشه. شکم من فکر میکردم خیلی بابا من میرم از رودخونه آب بیارم. چی دختره؟ نبودیم الان میام نترس. مواظب خودت باشی. چشم بابا. من حالشو ندارم و الا خودم میرفتم. زود برگردی. برو دخترم. که نگاه میکنی سلام. سلام کردم. تو هیچ وقت جواب سلام مردم رو نمیدی؟ ایوا به خدا جواب دادم. من که نشنیدم. چرا؟ همون موقع هم که تو اومدی اونجا تو عروسی وقتی برات میرقصیدم تو دلم همینجور پشت سر هم سلامت میکردم. همه فهمیدن که من تو دلم همینجور سلامت میکنم. یه خورده صبر کن. چقدر عجله داری؟ دوست دارم باهات حرف بزنم. نه بابا مگه بفهمه خیلی بد میشه. فقط یه خورده من حرف بزن گفتم. نه پس اقلا میذار کمکت کنم مشک آب و تازه خونه بیار. نه آخه زحمت میشه. چه زحمت؟ آقای من حالا تو رو تو خواب میبینم. کجایی دخترم؟ اومدم پدر. خدافظ. چرا اینقدر دیر کردی؟ آخه بابا بار سنگین رام دراز. آخه زن و بچم گرسنه نمیمونن. مرد حسابی تو اونا رو دوست داری غمشونو من بخورم؟ خربابتون غمشونو تو نخور، فقط تا سر خرمن به مهلت بده چون بیچارا گشنه نمونه. بعد سر خرمن به من میدی؟
گندم گرون وسط زمستون دادم تپوندی تو شکمت، اون وقت سر خرمن که قیمتش پایین میاد ازت پس میگیرم. بابا ای والا، شاید فکر کردی من دیوونه هم آخه منم که عوض 1 کیسه 3 کیسه فسد میدم مسلمون. اون که نرخ معمولیشه. بخوای سر خرمن بدی باز جای 1 کیسه 5 کیسه بدی. آخه یه انصافی، یه مروتی. اگه من 1 کیسه رو 5 کیسه بدم از گلوت پایین میره. قصه اونشو نخور، با چربی بوقلمون میفرستمش پایین. جله رو حالا میبری کوه برون سر کنم تفکیر من احمد که تو موجود کسی تو نداشتم از کشتگی ببینی آوردم ازیاز کار دارم دونه حالی باید برون کار کنی ماده بیشون برو بگو کسافت جله آخرت باشه آفتاب نبره باید جله من تو باشه فهمیدی بگم شد هم گفتم اگه میخوای زندون نری 5 کیسه باز بدی فهمیدی؟ باشه چشم. صبح بخیر بده. صبح بخیر پسرم، صبح بخیر. بیشی کم رنگ بریز. میخوام نهار دختره رو با مادرش دعوت کنم خونم. به خدا این نوع ازدواج مال عهد دقیانوسه. چرا من باید با دختری که ندیدم و نمیشناسم عروسی بکنم؟ بها من که روی حرف شما چیزی نمیتونم بگم، اما خودتون اقلا انصاف داشته باشید. این همه را من از درون کشوندین اینجا که ناراحتم کنین. دیروز خودت قبول کردی حالا زدی زیرش. آخه پسر حالا کوتا وقتشناسی یاد بگیری، کوتا بفهمی سیاست چیه. سیاست؟ شما خودتون اگه سیاست سرتون میشد اینو میفهمیدین که دیگه دوره ارباب بازی تموم شده و امروز و فرداست که این پرونده سیاه برای همیشه بسته بشه. خفه شو، از این مزخرفا نگو. حیف اون غلاق که خرج تحصیل تو پسری حق نشناس کردم. عجب احمقی هستی. واسه عروسی نکردن با این دختره چه محملاتی میبافی. این حرفا رو به رعیت ها نزنی یا همه بهت میخندن. نه پدر جون، فقط به خودتون میگم، خیالتون راحت باشه. این پسره دیوونه نمیذاره آدم حواسش سر جاش باشه. سلام. سلام. دیشب گفتی من خواب میبینی، دیدی؟ معلومه که دیدمت. پس چی؟ نمیخوای به خودم بگی که تو خواب چجوری بودم؟ تو خواب تو اونجوری هستی که من دلم میخواد. از کجا میدونی که تو بیداری همونجوری نیستی؟ واسه اینکه آدم‌ها تو خواب خیلی بهتر از تو بیداری هست. میدونی منم خوابتو دیدم، اما تو خواب حتی دستتو نمیگیرم تا خیال نکنی که تو رو واسه چیزی غیر از خودت دوست دارم. کاش میتونستی بفهمی با من چیکار کردی. یعنی اوقاتت از من تلخه؟ مگه من چیکارت کردم؟ تو چه دختر ساده‌ای هستی.
نسیمه دل در امید و بیمه اما خدا کریمه اما خدا کریمه تو هر شهر و ولایت پیچیده این حکایت میدونن عاشقم من میخوامش بی نهایت وای میخوامش بی نهایت دشت و بیابون دریا و باد و بارون همه دنیا میدونن توی چشمم میخونن دوستش دارم فراون دوستش دارم فراون آی گل سرخ و سفیدون کی میایی بنفشه برگ بیدون کی میایی کی میایی من عاشقم خدایا رد هزار تو مجنون ولی کریمه تو هر شهر و ولایت پیچیده این حکایت میدونن عاشقم من میخوامش بی نهایت میخوامش بی نهایت برازنده‌ایه. خیلی خوشگله مامان. 100 دفعه گفتم منو مامان صدا نکن. خیال میکنی مثلا اختلاف سن من و تو چقدره؟ خیلی خوب عزیز جون. خوبه؟ حالا بگو ببینم فرهاد خوشگله؟ فرهاد هم جوونه هم تحصیل کرده، از یه خانواده یه چیز دارم هست. البته که خوشگله، فقط آدمای فقیر مغیرن که زشت در میان. ببخشید خانم سوارا حاضرم. وای وای چقدر سوار. مگه میخوایم بریم با سالار جنگ خود کنیم؟ معنیش هم همینه. تو این زندگی آدم هر کاری که میکنه حکم جنگو داره. ما هم داریم میریم سالار رو فتح کنیم. منم پسرشو فتح میکنم. عروس آوردن آی مردم عروس آوردن بچه عروس اومد بچه عروس اومد آی بچه عروس اومد آی مردم عروس آوردن عروس آوردن آی مردم بچه عروس آوردن آی بچه
صورتتو بکن طرف من دیگه از تو نمیترسم. ما با هم درست شدی. تو زخمی شدی. بذار زخمتو ببینم. ببینم تو به خاطر من این کار کردی؟ بخورین تا حالتون جا بیاد. از این پیش آمد واقعا من متاسفم. خب دیگه اتفاق میفته. چون مر نمیخورین؟ این مرغا برای خوردنه. بخوره این مال شما، این مال عروس خانوم، اینم مال پدر عروس خانوم. تو هم اگه مرغ دوست داری برده بخور. بله خیلی ممنون. من واقعا از شما و دخترتون معذرت میخوام. به سر خودتون سالار خان، من کوچکترین دلخوری ندارم. از یه دیوونه که بیشتر از این نباید توقعی داشت. آخه بزرگواری شما خانم مسئله رو حل نمیکنه. این آقا با همه دنگ و فنگ مباشر منه. نظم و ترتیب همه کارای من با اونه. اون وقت خودش باعث میشه پشت در خونه من یه همچه اتفاق ناگواری بیفته. آخه مرد حسابی این قوزی بدترکیب چرا باید یه همچه حماقتی بکنه؟ پس تو چه کاره ای؟ حالا که همه چیز به خیر و خوشی گذشته دیگه فراموش کنید. مگه نه فرهاد خان؟ چی رو به خیر گذشته؟ تازه اول بدبختی است. بمیرم واسه یه دخترم چه زمینی خورد. خدا الهی منو بکشه. اگه اون انگشتایی که از هر کدومشون 100 تا هنر میریزه، اگه اون کمری که رقصایی به اون قشنگی میکنه خدایی نکرده رگ به رگ شده بودم، من اون وقت چه خاکی به سرم میکردم. برو یه نون بخور 100 تا نون صدقه بده که اگه یه خراش به بدن نازنین عروس من افتاده بود خانمان تو برباد میدادم. من مسبب این واقعه رو تنبیه میکنم، مطمئن باشین. حالا اجازه مرخصی میخوام که زودتر به این جریان رسیدگی کنم. بله شما بفرمایید، ما با شما دیگه کاری نداریم. واه چه دختر کمرویی هستین. محترم خانم، میگم که شما چقدر خجالتی و مبادی آداب تشریف دارید. خودتون رو ناراحت نکنید، هر چی دلتون میخواد بگید. آقای فرهاد فراموش نکن که مهمان عزیز ما رو بیشتر از این ناراحت نکنی.
خودشون به قدر کافی برای اومدن پیش ما صدمه دیدن. شما عبدالله خان میری تو ده و زودتر نتیجه اقدامات خودتون رو به من اطلاع میدی. اطاعت. نهار بسیار خوبی بود حضرت سالار، خیلی متشکرم. اختیار دارین خانم، منزل خودتونه، شما که چیزی میل نکردین. پس بفرمایید بریم اون اتاق که لااقل یه چیزی اگه اونجا اجازه بفرمایین ما دیگه از خدمتتون مرخص میشیم. به خصوص که دلم برای ماه صنم خیلی شور میزنه. هنوز تنش گرمه، معلوم نیست که راستی صدمه‌ای ندیده باشه. بهتره ببرمش شهر دکتر نگاهی بهش بکنه. فردا شب خواهش میکنم شما و فرهاد خان ما رو برای صرف شام سرافراز بفرمایید. بله حتما با کمال میل میان، به خصوص که وصف پخت و پز دخترم صنم بانو رو خیلی شنیدم. فرهاد خان فردا شب حتما تشریف بیارین، چشم به راهتونم. بسیار خب، حالا تا پس فردا شب خدا بزرگی. خداحافظ فرهاد خان. قربان شما. خدا نگهدار خانم، خواهش میکنم. خیلی لطف. خداحافظ شما. مشرف، واقعا قدم رو چشم من گذاشت. شما دیگه زحمت نکشید، واقعا ما رو خجالت میدید حضرت خانم. خواهش میکنم بفرمایید، بنده تا دم در شما رو راهنمایی میکنم. صنم بانو به زودی با فرهاد عزیز من عروسی میکنه. برو بابا، عروسی میکنه. برای سیگار میکشی؟ نخیر. خیال کردم سیگار میکشی. پسر عجب مردمان نازنین و انسانی هستن. هر کسی دیگه جای اونا بود بعد از این اتفاق قدمش تو خونه من نمیذاشت. اما این بیچاره ها خم به ابروشون نیوردن. آفرین چه خونواده اصیلی پسر، چه خونواده. اما پدر واقعا عجب لقمه واسه گرفتینم. دیوونه نشو پسر، این لقمه 3 فرسخ در 3 فرسخ زمینه، لقمه کوچیکی نیست. فقط این قوزی کثافت نزدیک بود تمام نقشه های منو خراب کنه. نمک به حروم، این چه کاری بود که امروز کردی؟ تو که آبروی منو بردی. آبروی منو میبری.
نمیشه گفت انسان؟ خجالت بکش مرد حسابی. این بدبختو خدا زده دیگه زدن نداره. شما حق ندارین دستتون رو من بلند کنین. من اوامر پدرتون رو اجرا میکنم. منم نمیتونم ببینم این بدبخت بیچاره رو اینجوری کتک بزنه. دستور پدرتونه. پدرم برای خودش کرده همچین دستوری داده. باشه من این مطلب رو خدمتشون میگم و مطمئن باشین از عملی که کردیم پشیمون میشین. ای خود منو تهدید نکن. اگه دفعه دیگه اونو بزنی سر و کارت با منه. فهمیدی؟ این بیچاره هم که لاله و نمیتونه جوابتو بده. خودم میدونم چه جوری باید باش رفتار کنم. غافلش کن! اما از دست تو شکایت دارن. پدر مردم این دهو در آوردی، به خاک سیاه نشوندیشون. بعدم معلوم میشه. حالا دیگه میتونم برم؟ بزن به چاک. واسه من گردن کلوف شده. حرف بزن ببینم درسته؟ عاشق این دختره ولگرد بی سر و پا شدی؟ نمیدونم از اینکه به اون دختر پاک و بیش ولگرد و مطرب میگین چه منظوری داری. ولی در نظر من اون مثل یک گل لاله خودروی بیابونیه که 1000 مرتبه به اون گلای ناز پرورده بی مصرف مصنوعی شرف داره. تو دیوونه شدی. به خدا عبدالله خان این پسر دیوونه است. خب کار دل چه میشه؟ دل مرد شور اون دلشو ببرم. تا یه هفته دیگه اگه عروسی نکنی یک عشق و عاشقی نشونت بدم که حذف کنی. از ارث محرومت میکنم، عاقت میکنم. حرف زدن با شما جز اینکه وقتمو تلف بکنم هیچ فایده ای نداره. احمق دیوونه. ببینم حالا اون حرفایی که به من زدی درسته؟ با اون دختره سر و سری پیدا کردی؟ خلافرز نکردم قربون. پسرتون بدجوری پابند شده، عاشق بیقرارشه، هر روزم همدیگه رو میبینن. در هر حال خودت آوردیش تو این ده، خودت هم باید بیرونش کنی. چشم قربون. یادت نره ها. همین فردا صبح تکلیفشون رو روشن میده. حتما. خب که گفتی دوستش داری، اما آخه تو کجا و پسر خان کجا؟ بابا جون دل این چیزا سرش نمیشه. وقتی میخواد عاشق بشه دیگه هیچ کس جلودارش نیست. دوست داشتن گناه نیست دخترم، کار دل کارشم نمیشه کرد. اما حالا که میخواد با دختر دیگه ای عروسی بکنه. میدونم بابا، من خیلی بدبختم. غصه نخور دخترم، عوضش تو عروسی پسر خان پول حسابی گیرمون میاد و تو باید یه رقص حسابی اونجا من دیگه تو عروسی هیچ کس نمیرقصم، هیچ کس.
خیلی خوب، گریه نکن. حالا برو یه خورده آب از رودخونه بیار، منم میرم اجاق رو روشن بکنم. پاشو دختر، پاشو برو. آی دوستالی کجا هستی؟ چیه چه خبره؟ اومدم ببرمتون جایی که بدهکارا رو میبرن. زندون. تا حالا رفتی؟ من حساب نمی کنم، پولمو میخوام. آخه نامسلمون، این قرض خودت رو دستم گذاشتی. من که اصلا پولی نخواستم. نخواستی؟ بفرما. این هم عوض دست شما درد نکنش. گوش کن چی میگم. هنوزم دیر نشده. دخترتو حقم بده من، هم اونو خوشبخت کن، هم خودتو از این گرفته کس اسم دخترمو وقت حالا دیگه تهدیدم میکنی نخه؟ با چاقو بیارتم تو شکم من. عجب آدمیه با. شما که شنیدی که چی گفت میکشمت. یالا برید توقیفش کنین. این مرد خطرناکه، مواظبش باشین تا بگیرینش دیگه. سرکا دروغ میگه. من که نمیخوام پولشو بخورم، بهش میدم. اون عوض پول چیز دیگه ای از من دری ازت میسوزونم که اون سرش ناپیدا. پول مردم بالا میکشی، جلو مامور دولت با میسی. حالا حالیت میکنم از کجا بدبخت. بلم کنید. من که کارهایی ندارم. بلم کنید. پدرم کجا ببریم؟ مگه اون چی کار کردی؟ نه نباید ببرینش. بابا جون تو رو خدا نرو. نخور دختر، ما خدایی داریم. این مارسی که پدر تو بالاخره زشت گفتیم. بازم تحصیل میکنم. کجا میخوای بری؟ یه سرکشی به مزارع تمرین میکنم و برمیگردم. پس زودتر برگرد باهات کار. چشم داره. بلم کنی خدا نشناسم. بلم کنی. چه خبره اونجا؟ چه خبره؟ بزنیم بیا خوب. گل چی شده گل؟ فرهاد پدرمو گرفتم بردن زندون. آخه برای چی گل؟ آهای پسر، تو برو به کارت برس. برای رسیدگی به شکایت این دختر من اینجا هستم. برو بی خودم دخالت نکن. یالا حیوان. خان دستم به دامنت. به یه آدم بی پناه رحم کن. به رعیتت کمک کن. چی شده دختر؟ کی تو را اذیتت کرده؟ خان اون مباشر بچشم شما ما را آورد اینجا خونه داد. حالا دروغی به پدرم تهمت بدهکاری زده. اونو برده زندونی کرده. دست ما هم به هیچ جا بر نیست. من پدرم از شما میخوام خان. عجب این عبدالله حرومزاده یا. پس اینجور که معلومه با تو حبس انداختن پدرت منظور این مباشر بدجنس گرو کشیدن تو بوده. عجب نقشه که چه حقوق بازی. خوبه. بله خان اون خیلی آدم بدیه. اون به پدرم گفته یا باید منو بهش بده یا باید فوراً پولشو پس بده. بابام هم که پول نداره اونم زندونیش کرده. من دست از دامنت بر نمیدارم. امروز اینجا فردا سر پل سرات دامنتو میچسبم. دامن منو میچسبی؟ دختر انگار اگه دامن خودتو قرص میچسبیدی زودتر به نتیجه میرسیدی. ما جز تو پناهی نداریم خان. یعنی آخه خدا هم از مردم فقیر رو پنهون میکنه. فقیر؟ دختری به خوشگلی تو اونقدرام فقیر نمیتونه باشه. از خوشگلیت استفاده کن. قرض باباتو بده. ببرینش. درندازینش بیرون.
گلنار در باز کن. گلنار تو اینجایی؟ آره اینجام. چی میخوای؟ پنجره رو باز کن. میخوام باز حرف بزنم. گلنار با تو هم. بله بفرمایید چی میخوای؟ دلم برات خیلی تنگ شده. من از این اتفاقی که برات افتاده خیلی ناراحتم. دیدم امروز چقدر به من کمک کردی. به دردم رسیدی. به خدا نمیتونستم. دیدی که پدرم اونجا نمیشه. ترسوی بزدل تو دل نداری اون وقت میگی تو رو دوست دارم. تو رو خدا در اومد. بذار بیام تو باهات حرف بزنم. تو عرق خوردی بوی گمش تا اینجا میاد. به خدا از غصه عرق خوردم. اینو باور. اینم از اقبال بد منه. بابام عرق میخوره تو هم عرق میخوری. نگو. قول میدم دیگه نخورم. آره تو خیلی قولا دادی. یه وقتی هم قول دادی منو دوست داشته باشی اما زدی زیر قولتو میخوای با یکی دیگه عروسی کنی. تو خیال میکنی من اختیاری از خودم دارم؟ من تو خونه بابام یه زندونیم میفهمی؟ هرچی اون بگه همونه. من باید از اول عاشق تو نمیشدم. یه دختر مطرب و چه به این حرفا؟ تو پسر خانی. تو آدم مهمی هستی. من بیکسم. من تنها. بیبری جونم تو نباید اینجا تنها بمونی. من دلم آروم نمیگیره. میبرمت خونه یکی از آشناهام تا پدرت از زندون آزاد بشی. ممکنه اینجا برات اتفاقی بیفته. نه من تنها نیستم. اون مواظب منه. اون قوزی؟ ولی گلنار اون عقل درست حسابی نداره. ممکنه یه وقت. نه فراد درسته که اون قوزیه و خیلی هم زشته اما به همه آدمای این ده شرف داره. اون همیشه به من کمک کرده. اون منو دوست داره. اینو ثابت کرده فراد. من نمیذارم تو اینجا تنها بمونی. اگه شده درو میشکنم تو رو با خودم میبرم. اون نمیذاره. میگی نه امتحان کن. اون تمام شب و اینجا پاسبانی میکنه. اون روزا مواظب منه. آخه اون وقتی کسی رو دوست داره برای همیشه دوست داره. دیگه شیر پیره‌ای تو کارش نیست. برو گم شو پسر خان. دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم. گل تو خدا را از من خیلی خوشبخته. بهت حسودی میشه. به هر حال فرهاد دیشب رفته بود بیرون، نزدیک سحر مس برگشت. من دارم از کارهای این دختر و فرهاد نگران میشم. یا زودتر هر غلطی میخوای باهاش بکنی بکن، یا دستشو بگیر از این صفحات بندازش بیرون. نکنه گلوی خودت پیشش گیر کرد. اختیار دارین قربون. اگه اجازه بفرمایین کاری میکنم که خانزاده متوجه بشن این دختر حتی لیاقت هم صحبت شدن با ایشونو نداره. خب مثلا چی کار میکنی؟ مثلا کاری میکنم که تو مجلس اخرون فرهاد خان برخت. چی؟ خوبه؟ البته که خوبه قربون. شما فقط اجازهشو به من بدین خیالتون راحت باشه. بد فکری نیست.
فقط راضی میشه پدرش تو زندون باشه و خودش بیاد برقصه؟ بنده راشو بلدم. فقط باید حضرت سالار 5000 تومان برای این نقشه عالی خرج کنم. لابد میخوای به این ترتیب 5000 تومان طلب تو که به اون مطربه دادی زنده کنی. بابا ای والله تو شیطونم دست میدی. نه به سر مبارک، همچین قصدی ندارم. اما اگه حضرت خان با این شرط پدرشو آزاد کنه که دختره در این مجلس برقصه، اونا نمیتونن زیر قولشون بزنن. و چون از شما میترسن هیچ کاری نمیتونن بکنن. خیلی خوب باشه، راجع به این موضوع یه نفر میفرستم که با دختره صحبت کنه. قربون دستی. شیرینه. خان امروز این از من خواسته که ببینم بالاخره چی میگی. این پولو قبول میکنی یا نه؟ گفتم که نه مشقفور، من تو این عروسی نمیرقصم. گلنار جان عاقل باش عزیز من. تو با این پول میتونی باباتو از زندان دراری. اون خیلی به گردن تو حق داره. نباید فقط فکر خودت باشی. اون بیچاره تو زندون میمیره، میفهمی؟ چی میگی؟ من چطور میتونم تو این عروسی برقصم؟ عروسی که باید در اصل مال من باشه. آدمیزاد هر چی آرزو میکنه که نمیتونه به دست بیاره. تو فعلا باید فکر نجات پدرت باشی. اگه اون بیچاره رو ببرن تهرون دیگه هیچ وقت نمیتونی به این زودیا خلاصش بکنی. خدایا چی کار کنم؟ آخه چرا منو اینقدر بدبخت آفریدی؟ آخه مگه من چه گناهی به درگاهت کردم؟ گریه نکن گلنار. خدا رو چه دیدی؟ شاید صلاحتو در این کاره که این پولو قبول کنی و پدرتو نجات بدی. به خدا هیچ کس واسه آدم بابا نمیشه. عاشقی چیه؟ آدم عاشق یه روز عاشقه یه روز فارغه. اصلا این دور زمانه عاشقی یعنی چی؟ برای دختری مثل من فقط یه دفعه عاشق میشه، یه دفعه. این کارو واسه بابات بکن گلنار. این پولو قبول بکن و تو مجلس برقص. اینو بفهم گلنار، تو و اون برای همدیگه ساخته نشد. تو باید تو این عروسی برقصی. برای نجات باباتم که شده این کارو بکن. دل خسته من تنگه ولی قلب تو شاده، واسه این دل سرگردون غمم خیلی زیاده. دلم از تو جدا نمیشه به خدا نمیشه. آخه این همه غم تو دلم به خدا دیگه جا نمیشه. دل من رو نمیشه خدا بندو نمیشه.
شکستی تو دل بینوای من، داد دلم را خدای من از تو میگیره. پریشون دل بی نصیب من، حالا که داری ردیب من که اونو میگیره. برشون کن یه سری برو بریم قاپو. بی‌مزه‌ای بود. برو بهش بگو الان دیگه آقا پیداش میشه، باید سر عقد حاضر باشه. من تو رو دوست دارم، به خدا از خودت بیشتر. منم تو رو میخوام پسر خان. کاش که مجلس امشب مال من و تو. آخاره چقدر خوب میشه. برات بغلم کن. میترسم بازم ما رو از هم جدا کنم. نه دیگه تموم شد. فردا به پدرم میگم که من با این دختر عروسی نمی‌کنم و عروسش فقط باید تو باشی. چه آرزوهایی. نمیدونی چقدر الان خوشبختم. باید وکیل کارکشته بگیری سالار. من ادعای شرف میکنم. بلند شو بریم دختر، بلند شو. اگه پدرم منو از ارث محروم کنه چی؟ بازم قبولم داری؟ از خودم هم گداتر بودی بازم قبولت داشتم. هیچ کس دیگه نمیتونه ما دو تا رو از هم جدا کنه. دوست دارم خیلی زیاد. سلامت میکنم. ببخشید بعد موقعی مزاحم اوقات شیرین شما شدیم. همین الان پدرتون منو مأمور کرده که شما رو ببرم پیشه. منو ببری؟ خب دیدی خیر باشه. بهش بگو این دفعه رو کور خوندی، من نمیام. پس مجبورم شما رو به زور ببرم. بگیرینش.
کنی؟ ما دو نفر پسره رو ببریم پیش پدرش، شما هم دختره رو ببریم منزل من اونجا نگرش دارین تا خودم برگردم. باش خیلی کار دارم. بیارینه آوردمش قربان. خب آقای فرهاد خان، حالا این درسته که جنابالی رو مثل دوزا دستگیر کنن و بیارن پیش من؟ و این خجالت آور نیست که خانه قدرتمندی مثل سرکار این همه گردن کلفت رو برای دستگیری یه دختر بیچاره بفرستین؟ من توف میکنم به این همه بیرحمی و شقاوت. آفرین پدر، واقعا شاهکار کردی. فقط با این کارت روی منو به خودت باز کردی. دیگه ذره‌ای برای شما احترام قائل نیستم و با عروس سفارشی شما هم هیچ وقت عروسی نمیکنم. به خاطر این جسارتت پسره نمک نشناس، فردا اول وقت باید این منزل رو ترک کنی. هیچ وقتم دیگه نمیخوام پاتو اینجا بذاری. فردام تحت الحفظ میفرستم تهرون. امشبم تو این خونه حبست میکنم تا قدر آزادی رو که تو این مدت بهت داده بودم بدونی. ببرینش. تو بمون عبدالله. در خدمتم قربان. با دختره چی کار کردی؟ کدوم دختر قربان؟ خودتو به کوچه علی چپ نزن. همون دختر رقاصه رو بله، مطمئن باشین قربون، اون دیگه آزارش به هیچ کس نمیرسه. این حرف یعنی چی؟ نکنه کشته باشی؟ اختیار داری قربون، کشتنی نیست. فقط با اجازتون بردنش یه جای امنی که دست هیچ کس بهش نرسه. قربان شماها اینجا چی کار میکنین؟ قربون خدا رحمت چوپون یه دفعه ما رو غافل دختره چی شد؟ اونم با خودش برد کو. بالاخره دوز سومی پیدا شد و زن و دختره رو چه داغی به دلت گذاشت. تو فرهاد تا خواستیم به هم دیگه تعارف کنین، یارو قوزیه وترکیب از گرد راه پیدا شد و از چنگ هر دوتون درش داد. الان داره چه کیفی میکنه، عرشو داره سیر میکنه. تو من آوردی اینجا خدا را، تو نجاتم دادی. همه این کارا رو تو واسه من کردی. اگه تو نبودی من تو این دنیای بیرحم چی کار میکردم؟ دست تو بنداز، تو نباید خجالت بکشی.
حواسشم نیست. ازت خیلی متشکرم. خدا رحم، تو چقدر آدم خوبی هستی. فرهاد چی شد؟ تو اونو دیدی؟ حالش خوبه؟ نمیدونم چه بلایی سرش اومده. خیالم خیلی ناراحته. تو میتونی واسه خاطر من اونو پیدا کنی؟ تو این کارو واسه من میکنی؟ خدا دیگه صداش نمیاد. حتما خوابیده. با خبری نیست. ما هم یه خود خیالاتی شدیم ها. اون پیشه که ما هم تموم نمیشه. خوابم گرفته. آره خان اینجوری خواست شهر ببرم. منم حوصله دارم. وای فرهاد، خدا رو شکر که تو سالمی. عزیزم فرهاد کسی تو رو ندید اومدی اینجا؟ نه، اما پدرم فهمیده که ما رو خدا رحم آورده اینجا. میترسن بیان دنبالمون. از کجا فهمیده؟ آخه بهش خبر دادن که تو رو خدا رحم دزدیده آورده اینجا. حالا چی کار میخوای بکنی؟ دیگه چی کار میتونم بکنم؟ کاری از دستم ساخته نیست. پدرم میدونه هر جا که تو باشی منم اونجا. اینه که باید هر چه زودتر از اینجا بریم. تا صبح چیزی نمونده. بذار هوا روشن بشه. اون وقت تا اون سر دنیام باهات میام. گلنار فرهاد، هیچ کس به اندازه من تو رو دوست نداره گلنار.